تا حالا هیپنوتیزم شدی؟ میدونم دلت نمیخواد کسی از اسرار درونت آگاه بشه. میخوای خودت تجربهش کنی؟ من سالهاست با هیپنوتیزم کار میکنم و افراد زیادی رو تونستم با صدای خودم وارد حالت خلسه کنم و درمانهای زیادی داشتم. الان میخوام توی این کانال هیپنوتیزم آنلاین انجام بدم برای موضوعاتی مثل آرامسازی سیستم عصبی و خاموش کردن گفتگوی منفی ذهن، افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس، ترک عادتهای ناسالم، دسترسی به خاطرات فراموش شده، دیدن آینده از نگاه ناخودآگاه، افزایش خلاقیت و شهود، انگیزه درونی، تجربه سفر درونی برای کسانی که به زندگی‌های گذشته باور دارن یا میخوان ناخودآگاهشون اون رو آشکار کنه، ایجاد ارتباط با درون یا راهنمای درونی، کاهش دردهای مزمن با تأثیر روی ذهن و بدن مثل میگرن، درد معده، دردهای عصبی. اگه دوست داری یکی از این تجربه ها رو داشته باشی، زیر همین ویدیو بنویس چه چیزی رو میخوای با هیپنوتیزم تجربه کنی. اگه درخواست ها زیاد باشه اولین ویدیو رو خیلی زود براتون میذارم.